همدوران عزیز سلام علیکم. امروز 5 ایونی سال 2025 با دقت شما زردالوی نوعی ارمانی شلخ رو نشان میدم. نوعی شلخ و امروز پخته آمده است، پخته رسید. نهایت زردالوی زیبا است، لیکن افسوس این زردالو بسیار نمی‌ایستد. از بالای زردالو میافتد، یک روز یک نیم روز میایستد و تیز ملایم می شود. لیکن زردالوی بزرگی است، زردالوی خوب است. ما یکتش رو کنده در پیش شما میبینیم. این زیر برگ است، ولی زرد بینید، زرد رو بینید چقدر زرد است. این شیرین است، شیرین با مانند زردالوی کنی بودم و اشت و اصفر نیست. البته زردالوی ما قندباری شیرین است و زردالوی ما هم همین خیلی کم میستد. اینو من بوریش کردم. یک دو رفیق اکای میرباز گفت نادرست بوریش کردی، لیکن خیلی که تجربه نشان داد درست کردم، چونکی کم بست لیکن بسیار بسیار با صفت بست. کم نبست است، پر است. در اون پر است، زردالو است. ممکن یک 100 کیلو زردالو داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. از این رو چشیده میبینیم. همین فیلش که تیز این پوچلا میشد، در بولاش غولینگ نمیشد، نه داخلش هم خیل زردالوی نوعی شلخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین مزه، گویم که قنبر شیرین نه، لیکن بزرگیر. این زمان زردالوی خودمون 50 درم باشد، این زردالو ممکن 3-4 سومون باشد در بازار. زردالوی محلی رو حاضر دیگر خود با کمتر دیگر 10-15 دیگر استیم. زردالوی محلی رو صاحبش زارا میکند که پول میتیم اومده است باقام چینده برید مرحمت. بینید چقدر بستگی. این بود بوریش ما، بوریش بیرحمانه ما. کمی کنده دا بستگی نمیدید. من همدیران عزیز باز چقدر کردن هستم. برگوش بینید چقدر تازه است، چون که من وقتی که حال زمستان بود مویه بردوسی زدم، بعد خاروس زدم، بعد 2 مرتبه دیگر با سکور زدیم با علاوه نمودن داروهای ضد حشرات. و هم خیلی زردالوهای به نهایت با مزه نازنین رو ما صاحب شدیم. رو بینید چقدر بستگی است. انا هم دیوران عزیز هم خیلی مهنت کنید. اگر هم خیلی زردالوهای نازنین رو شما از درخت هایتون میگیرید، در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.